دخترم منیژه خان، بابای دادا جان، تو اکنون کلان شدی. بسیار سیری که در عائله ما هست تو این را نمیدانی. چه سری مهم باشد؟ وقتی که مادرت تو را تولد کرد وفات کرد. من آن وقت کم بغل کم بضاعت بودم. جان مادرت را خریدن ممکن بود اما من نتوانستم. هواهایت کمک کردنی بودند لیکن من ناموسم آمد. نخواستم که نزد آنها زبان کوتاه شوم برای همین دخترم. برای همین من نتوانستم جان مادرت را خرم دخترم. مرا ببخش، من در نزد تو گناهکارم دخترم. خیر هیچ گپ نیست، همش گذشت. ینگه جان، اکا جان، از دار دنیا من فقط یک دختر دارم. از مادرش محروم شده است. هر وقتی که من باشم نباشم احتیاطش کنید. هواهایش به من دشمنی دارند، میخواهند ضرر رسانند. شما از آنها احتیاط شوید. دادرم، شما البته دلپر باشید. در این باره شما هیچگاه فکر نکنید. من دخترک شما را مثل گوهرک چشم نگاه میکنم. فهمیده؟ دختری شما دختری ما هم همین طور نه؟ آن چیز؟ اکو جان، شما زیر نشوید. رحمتی همه همسر شما سبات خان به حد زنکی خوب بود. دختر شما را ما مثل گوهرک چشم نگاه میکنیم. رحمت، برکه یابی تو. ولی نخون دخترم کمی تو. به مرحمت گذاره. اکا جان، دختری من کنی؟ دادا جانش فهمونید؟ چینجی می؟ در نبودن من دختری تو را مجبورن تقاهایش آمده از خانه گرفته بردن. چی؟ نخواد. به تو چی شد؟ چی خیر گذاشتید که او را برد. منیژه خالی من چه حال داری؟ هیچ کم نه، چای را گیرید نوشید، چای نوشید. کجا بهتر میشم من؟ چی خیر شد او را بردن نه؟ همش را نقل میکنم. خیلی اکا جان، چی خیر شد؟ چی خیر این واقعه رخ داد؟ شما هم گفتید حاضر همش را مختصر نقل بکنم. همان روز من در خانه نبودم. همان روز من در یک تاری سیمچو بودم. همین دو نقلی سبیل مادر من خواستم با هم دیگر پیوست کنم. همین قوی بس چنان زد مکی ای چشمام علاو پرید. همه روز از تاری سیمچو اومده در ته زدم. چشمانم را کشادم که میبینم در بیمارخانه خوابم. دیگه چی بودن من نمیدونم. انا همان روز منیژه را آمده از خانه همان بردم. شما ینگه در کجا بوده؟
همون روز من همین کدو پیغام کردم ولی از دست من یکم کار ناومد. من نمیخواستم که منیژه رو گرفته برم. از دست زن چی می آید؟ خودتان بگید. وای دختری بیچارم. پسرم رستم جان چقدر در فکر فرو رفتی؟ آچا جان افسوس که به وصال دوست داشتم رسیده نمیتوانم. پدرم هم نیستم، نمیدانم چی شده باشد. پسرم رستم جان تو به 31 قدم گذاشتی لیکن یک سر رو نمیدانی. خیر از چی خبر ندارم؟ هنگامی که تو در بطنم 7 ماه بودی پسر جانم پدرت رو یک گروه راهزنها در دهه بالا در توی گرفته بردن. همین طور که باشد طول این قدر سالها چرا به من نگفته دوست جان؟ تا وقتی که یک قطره خون در بدنم هست پدرم رو حتما میآورم. این زن تو برای ماشین اتویا موندمه همسایه تیکو داشت اکلیمت روی همونو گیرم میگون از توی نمانم از توی. السلام علیکم. و علیکم. نازم شما درست میشما یک توی داشتیم از توی دیر نمونه بیاید رفته عین یک اکلیمتر همراه گرفته بیاریم. راستی گپ نمیتوانم یکم کسی دیگر نبود. کجا من غیر شما دیگر هیچ کس ندارم همسایه. دیگر یکم علاج نیست؟ نه دیگر علاج نیست. خیر مرحمت. خدا برمانی. خودتان روید من در خانه استاد دارم. مایلش رحمتی کلام رحمت کلام من با شما دیدن روزی میکنم. نقشه ها چی خیلی؟ از اون نقشه ها خوب کرا چی شید؟
کارا خوب و فقط ما انتظار یک امضای شما رئیس جان برای به دست آوردن همون کارخانه رئیس جان. همین خیر بله. نباشه های که اینجا بوی تخم کو؟ اینجا تخم کو؟ با شکسته کو؟ این تخم دور کردن در کو؟ پرتوفتن در کو؟ رئیس گوشتی تو چی شد؟ چی گپ شد؟ شما با چی شد رئیس؟ وای بلم رئیس